سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال رانیا بافت خوش اومدید. امروز ویدیومون در مورد تور بافیه. این ویدیو رو با دقت نگاه کنید. امکان داره خیلی از مشکلاتتون با همین ویدیو توی تور بافی از بین بره. پس با من همراه باشید. دسته ما باید این قسمت موشکیاش فنری باشه. ببینید این الان فنریه، هم این طرف هم این طرف. یعنی اگه این حالت تق تق و فنری بودنشو نداشته باشه، این روی تور بافیمون تاثیر داره، سوزن خالی میکنه اگه اینجوری نباشه. یکی دیگهش این قسمت هاست. ببینید این قسمت ها اگه دیدید سفت پایین بالا میره، یه کوچولو روغن اینجاها بزنید، چون اگه اینا خوب کار نکنه یا سفت بالا پایین بره، بازم سوزن خالی میکنه توی تور بافی. موقعیه که ما دسته تور بافمون از روی ماشین افتاده باشه، این قسمت میخوره زمین، تاپ برمیداره، کج میشه، یعنی این بر با این برش یکی نمیشه. این باعث میشه که تور بافیمون سوزن خالی کنه. خب اینا چطور میشه که میفته زمین از روی دستگاه؟ به خاطر اینکه ما میله یو شکلمون رو وصل کردیم ولی درست وصل نکردیم. وقتی دسته میره روی میله یو شکلمون، یه دفعه میله خالی میکنه و دسته میفته. حالا از کجا بفهمم که دستم تاپ برداشته؟ ما این دسته رو میذاریم روی میز شیشه یا یه جای صاف، ببینیم چطور باید امتحان کنیم ببینیم این دسته تاپ داره یا نه. خب من این دسته رو میذارم روی سطح صاف مثل همچین میزی. اگه ببینید اینجا رو فشار بدیم، این طرف بلند نشد، یا این ور رو فشار دادیم این طرف بلند نشد، لغ نزد، تاب نداره. ولی اگه لغ زد تاب داره و باید بره برای سرویس. خب توی دستمون حتما باید حواسمون به این فرچه ها باشه، هم این قسمت هم این قسمت، اینا خورده نشده باشه. اگه خورده شده باشه اینم روی بافت توریمون تاثیر میذاره. اینا باید خورده نشده باشه، اینا همش رو بافت توریمون تاثیر داره. اگه خورده شده باشه باید اینا رو حتما توی وقتی دادیم برای سرویس، این دوتا و این دوتا اگه خورده شده باشه، از بین رفته باشه، اینا باید عوض بشن. یه عامل دیگه که باعث خالی شدن سوزنا میشه همین سوزنای خودمونه. باید از توی سوزنایی که میخوایم توری بافی انجام بدیم سوزنای خراب رو عوض کنیم. سوزنای خراب یعنی اینجوری، سوزنی که تاپ داشته باشه یا کج باشه، اون سوزن باید عوض بشه. من توی این قسمت میخوام توری بافی کنم. خب ما باید ببینیم این سوزن‌ها کدوما کج، اونا رو عوض کنیم، چون سوزن کج هم باعث میشه که توریمون درست از آب در نیاد. ببینید سوزنی که وسط این شونه ها رو میبینید، شونه های خود ماشین، سوزن باید دقیقاً وسط این شونه ها باشه. سوزنی که وسط این شونه نباشه، مثل این سوزن، ببینید چسبیده به این شونه، خب این سوزن باید عوض بشه. علت دیگه بیرون ریختن دونه تو توری بافی ابر ماشینه. ابر ماشینتون اگه فشرده شده باشه، کهنه شده باشه، روی توری بافیتون تاثیر میذاره، باعث میشه که دونه ها بریزن بیرون. پس ابر ماشینتونم قبل از شروع توری بافی حتما چک کنید. من از کجا بفهمم این کارت توری؟ از کجا بفهمم کارت توریه؟ اول اینکه کارت توری شکل خاصی نداره. اینا رو من توی ویدیوی کارت ها، دسته‌بندی کارت ها، انواع کارت ها بهتون توضیح دادم. حالا یه توضیح مختصر بهتون میدم. ببینید کارت توری شکل خاصی نداره. وقتی نگاه میکنید شکل خاصی رو شما از این نمیبینید.
قسمت هایی که پانچ شده از هم فاصله داره، هیچ سوراخی کنار سوراخ بعدی نیست، یعنی 2 تا سوراخ کنار هم توی کارت توری شما اصلا نمیبینید. این دومین مشخصه. و اینکه خیلی از کارت ها بعد از اینکه مثلا این تو این ردیف پانچ خورده، بعد از این ردیف که پانچ داره 2 ردیف پانچ نداره. اینم یه مشخصه. حالا از کجا بدونم که این کارت چند دست است؟ میایم چیکار میکنیم برای این کار؟ ببینید این قسمتی که پانچ داره، خب این ردیف که پانچ داره نه، این 2 تا ردیف که پانچ نداره. از این 2 تا ردیف شروع میکنیم به شمردن. 1 یه ردیف، 2 ردیف، 3 ردیف، 4 ردیف، رسیدیم به اون 2 تا ردیفی که پانچ نداره، پس 4 ردیف. این 4 ردیف که شمردیم، از کجا شمردیم؟ از این قسمتی که پانچ داره بالاش که 2 تا ردیف پانچ نداره میشماریم، 1 ردیف، 2 ردیف و قسمتی که پانچ خورده، 3 ردیف، 4 ردیف، رسیدیم به اون 2 ردیفی که پانچ نخورده، پس شد 4 ردیف. 4 ردیف یعنی این کارت 4 دست است. یا مثلا این کارت رو ببینید، ما این ردیفی که پانچ داره رو نمیشماریم، این 2 تا ردیف که پانچ نداره ببینید 1 2 3 رسیدیم به این 2 تا ردیفی که پانچ نداره، پس این 3 دست است. ما وقتی ماشین میخریم یه سری کارت ها روش هستش، کارت های اورجینال. کارت های اورجینال البته من خودم از این کارت ندارم، ولی میتونم بهتون روی این کارت بهتون توضیح بدم که کارت های اورجینال چجوریه. کارت های اورجینال کنارش اینجوری فلش داره، یه فلش به سمت چپ، یه فلش به سمت راست. این فلش ها رو وقتی میشماریم متوجه میشین چند دست است. میرسه که به دست ساده بافتمون که 2 ردیف میخوایم ببافیم، این حالت یو شکل بغلش میگیره. یعنی تا اونجا وقتی میشماریم متوجه میشیم این کارت چند دست است. من کارتمو میذارم روی شماره 1 این کارت. برای بافت توری روی دسته ساده بافت ما هیچ تنظیمی نداره. کل کار توری با دسته توریه، پس هیچ تنظیمی روی دسته ساده بافت ما نداریم. خب این از این. حالا برای توری بافتن مثل کارت‌های دورنگ تک‌گل یا برجسته بافی ما باید سجاف کارمون رو زده باشیم یا دهرج بافته باشیم، بعد شروع کنیم به توری زدن. حالا تو بعضی از کارت‌ها مثل کارت‌های دالبور، مثل این کارت دالبوره که فقط به پایین لباس میخوایم بزنیم یا فقط به آستین لباس، اینو دیگه 10 رج نمیبافیم، اینو 3 یا 4 رج میبافیم ساده، بعد شروع میکنیم به دالبور زدن. این کارت رو استفاده میکنیم. خب ما کارتمون رو داخل کامپیوتر دستگاه گذاشتیم، قفلش میکنیم، یه ردیف با دسته توربافتمون از سمت چپ به سمت راست میایم تا سوزنامون تقسیم بشه. بعد از اینکه سوزنامون تقسیم شد، این دکمه رو روی قسمت معمولی بافت میذاریم. این نکته رو بهتون بگم که توی توربافت ما 2 برابر بافی نداریم. خب سوزنام که تقسیم شد، قفل کارت رو باز میکنم. ببینید دسته تورباف من از سمت چپ به سمت راست رفت. 1 دسته، 2 دسته، 3 دسته، 4 دسته. وقتی همه سوزنا رفتن تو قسمت B، ما با دسته ساده بافتمون 2 ردیف میبافیم. اینم حتما یادتون باشه، وزنه به بافتتون حتما بزنید. 2 ردیف میبافیم. این
دو ردیف همیشه توی توربافی 2 ردیف میبافن. تو بعضی کارت ها میتونید 4 ردیف هم ببافید، ولی طرحتون فرق میکنه اون وقت با طرحی که 2 ردیف میبافید. پس قبلش باید حتما بر خودتون نمونه بافی بکنید. دوباره 1 2 3. ببینید همش رفته عقب، توی قسمت B قرار گرفته، ولی دسته ما سمت راسته. نباید دسته ما سمت راست باشه، باید بیاد سمت چپ. دوباره 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1. خب اینجا یه نکته، این سوزنای اول و آخر کارمون خب نباید جلو بیان توی توربافی. وقتی میان جلو شما باید بزنید عقب، اینو باید بزنید عقب. چرا؟ چون این وقتی جلو میاد توی دسته بعد سوزن خالی میکنه کناریش. این اگه سوزن خالی بشه کناریش، این سوزن در میره میاد پایین، چون اینجا سوزنی وجود نداره که خالی کنه کنارش. پس ما سوزن رو اول و آخر وقتی میاد جلو باید بدیم عقب. خب بافت من تمام شد. توی توری بافی هر وقت سوزنا همه اومدن توی قسمت دی، یعنی که کارت من تموم شده. خب دسته تور بافتم و با این دکمه که اینجاش داره میکشم و از روی دستگاه برمیدارم و میارم میذارم این بر. چون اگه تو این حالت دسته رو روش بکشیم سوزنا روی هم میفته. اینم یه نکته. ببینید این دکمه روی دسته توربافمون وقتی بالا باشه، یعنی روی N، روی بیشتر دسته‌های توری دستگاه‌های دیگه قسمت بالا N، قسمت پایین F. قسمت بالا وقتی باشه توری باز میبافه، قسمت پایین اگه باشه توری بسته میبافه. اینم یه نکته که من براتون هم توری باز رو میبافم هم توری بسته رو با یه کارت. ببینید تفاوتش چطوری. خب من توری رو بافتم، وزنه ها رو در میارم، ببینیم بافتمون چطور شده. ببینید من هم توری باز رو بافتم هم توری بسته. خب این توری بازمونه، اینم توری بستمونه. حالا ما میخوایم فقط این قسمت توری بیفته، فقط وسط. مثلا لباسمون یه لباس داریم میبافیم، فقط وسطش توری بیفته. دقیقاً همون کاری که توی تکل بافی انجام دادیم تو اینجا هم همون کار رو انجام میدیم. این دوتا پاپیون رو در نظر میگیریم، این دوتا پاپیون رو هرچی بین این دوتا پاپیون سوزن اومد جلو میفته وسط توریمون، اونا بافت میشه. بقیه از این کنارا به بعد هرچی اومد جلو اونا رو میدیم عقب تو هر دسته که میریم با توری. اینو گفتم چون بعضی از ماشینا یه سری ابزار دارن نارنجی رنگه، میذارن این قسمت ها، اون قسمت ها سوزن جلو نمیاد و فقط اون قسمتی که مد نظرشونه رو توری میزنن. ولی من الان اون ابزار رو ندارم، با این حالت بهتون آموزش میدم. الان من یه سریم میخوام این وسط توری بیفته، براتون بافت میزنم ببینید چطور میشه. خب سوزنام که تقسیم شد، دکمه روی معمولی بافت. گفتم این قسمتی که از این پاپیون تا این پاپیون من میخوام این وسط فقط توریم بیفته. اگه میخواستم این قسمت توریم بیفته دقیقاً از این پاپیون تا این پاپیون سوزنایی که میان جلو رو نگه میدارم، بقیه سوزنا رو میدم عقب. خب الان من فقط میخوام اینجا باشه، پس این سوزن و این سوزن میره داخل. ببینید ببینید این سوزن با این سوزن داخل حتما باید بره توی قسمت بی. یه کوچولو این سوزن بیرون
باشه، یعنی ما بین قسمت B و D باشه، دسته توربافتون حرکت نمیکنه. اینم یه نکته بود و اینم آخر کارتمون. خب حالا ببینیم چه شکلی شده. من وزن‌ها رو در آوردم. ببینیم کارمون که خواستیم فقط وسط بیفته توریمون، ببینید دقیقاً همون وسط افتاده. خب من یه توری دالبارم براتون بزنم. ببینید یه نکته‌ای که در مورد کارت‌ها می‌خواستم بگم اینه. بعضی از کارت‌ها بهتون گفتم چجوری چند دسته‌شو مثلا پیدا کنید. ببینید هر کدوم، هر کارتی چند دسته است. ببینید امکان داره یک کارت از اول تا آخر 2 دسته باشه یا 3 دسته باشه یا 4 دسته باشه. خب ولی بعضی از کارت‌ها مثل این کارت دالبور من از پایین تا بالا یه بار 10 دسته است، یه بار 6 دسته است، یه همچین حالت‌هایی رو داره. پس همه‌شون با هم یکی نیستن. فکر کنید که از اول تا آخر چون پایینش رو شمردید 2 دسته است یا 3 دسته است تا آخرش همین جوریه. نه، اینجوری نیست. حالا من اینو براتون بافت میزنم تا ببینیم چه شکلی میشه. خب من برای دالبور گفتیم ابتدای کار باید 3 یا 4 رج ببافیم. حالا شما میتونید این 4 رج یا 3 رج رو 2 برابر کنید، یعنی 6 یا 8 رج ببافید، دوبلش کنید، یا همون 3 یا 4 رج ببافید. من کارتمو گذاشتم، قفلش کردم، یه ردیف با دسته تورین میرم تا سوزنا تقسیم بشه. بعد بافتم و شروع. یه ردیف که رفتم، سوزنام که تقسیم شد، کارتمو از قفل در میارم، میذارم رو معمولی بافت، یعنی وسط. شروع میکنم به بافت. ببینیم چند دسته است کارت دالبور من. یه دسته رفتم، 1 2 3 4 5 6 7. این سوزن جلوه، میبریم عقب. 8 9 10. این سری 10 دسته. حالا 2 ردیفمون رو میبافیم. 1 2. می‌بینید 1 2 3 4 5 6 7 8 دسته بود. 2 ردیف ساده بافتمون رو میبافیم. 1 2 1 2 3 4 5 6 دسته بود. 1 2 1 2 3 4 دسته بود. اینم بهتون بگم وقتی دسته تورمون سمت چپ روی کارتمون اعداد فرد میفته و وقتی دسته تورمون میره سمت راست، عدد روی کارتمون، شماره روی کارتمون شماره زوج هست. اینم یه نکته بود. بافت من الان تموم شد. سوزنم اومدن توی قسمت دی. وقتی سوزنامون توی این قسمت قرار میگیرن، دسته تورمون رو نباید روی اینا بکشیم، چون سوزنا رو هم میافتن و دسته تور روش گیر میکنه. بافت دالبار ما شد، پشت کارشه، اینم روی کار. گفتم میتونید لبه کارتون رو دوبل کنید، بعد این دالبار رو بزنید. اینو بیشتر توی پایین لباس یا ابتدای آستین، مچ آستین میتونید ببافید. خیلی بافت شیک و تمیزی هستش. خب دوستای عزیزم، اینم از ویدیوی امروز من. امیدوارم از این ویدیو استفاده کنید. شما رو به خدا میسپارم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.